من امروز اومدم سرای محله جماران، یه خونه خیلی خوشگلی وسط که فهمیدم که مال آقای خسروشاهی بود اینجا. این مال خسروشاهی. خونه خیلی خوشگلیه، خوشبختانه خرابش نکردن. نه. این خانم بسیار زیبا رو دیدم، ازشون عکس گرفتم، اول اون ور نشسته بودم، بعد اومدم نشونشون دادم، اومدم پیشش گفتم شما خیلی جوون، الان که ماشاءالله خیلی خوشگلی، جوون بودی چی بودی؟ جوون بودی چقدر خاطر خواه داشتی؟ که یه خاطراتی تعریف کردن که چی بودیم چی شدیم. بله. شما اسمت چی؟ اسمت چیه شما؟ من گیتی. اسمش هم با کلاس خانم گیت. بله. خیلی انرژی گرفتم شما. اوکی. ببینید لذت ببرید. بله. خدا حفظ کنه ایشون. نسلی بودن که دوران طلایی رو دیدن و گذروندن. بله. حالا اما که گذشت ما باید وایسیم ببینیم